در واقع اینکه فردوسی چرا باید به وجود بیاد که بتونه یه کتابی مثل شاهنامه رو بسازه، ما باید توجه کنیم به اون فضای فرهنگی سیاسی که داره شکل میگیره. در واقع فردوسی توی فضای شکل میگیره که از یک طرف شعوبیه داره شکل میگیره. شعوبیه تلاش میکنه توی یک بستر اسلامی با تاکید بر مساوات و برابری عرب‌هایی که برتری جویی داشتن رو کنار بزنه. از سوی دیگه دولت‌های محلی که در حال ساخته شدنن و هر کدوم به صورت پیشینی به جهان عباسی خدمت کردن، حالا دنبال سهم طلبی خودشون و بخش‌هایی از ایران رو بدل می‌کنن به حکومت خودشون. بعد از برقراری حکومت، اولین چیزی که برای این اهمیت دار میشه زبان فارسیه و شعر گفتن به زبان فارسی. البته وقتی زبان فارسی اهمیت دار میشه، نوشتن